بینندگان محترم شبکه جهانی چلپ نیوز، سرتیتر خبرها: دلار به مرز 75,000 رسید. لوټه بر مردمانی واکنش و تاثیر نسبت به گرانی و بالا رفتن قیمت دلار جز بکنه و بچاره با ما همراه بید. این نظر در مورد دلار چیه که هر رو راگم برزا دلار شتاب الله برا همیشه رمان با الله موازمانی تاج کن. یہ دلار نباید برو برد. اما رو بدبختان من چه بچه شما نصیحت کنم دنیا سرا حسد کینه بغض شما داشته نیله یکی رو برده شما گرتی لنگا کارت من چه شرین کار نه بل رو الله جان پشت پناهی با برو یہ ناکو پول لی واید پول لی که نباید برو. من دام پیام پول من ندیتا پول شانو شان قربانو پول شان پول لی آمریکایی پول لی بچه بچه تاو من و دام پی کتا نه من دهان نگه مرده نه قدیمی پول ما قدیما چهان دیتا پول شان ترا گون لوڑو که همی حسد کینه داشته